ایره یک تراینگل نگاتیو تراینگل اگه نامش بانیم، یک مثلث منفی است در افسردگی. اینمی مثلث سعی کنین این مثلث ترس عزیزای دل من، شاهزادای دل من. یکی ایره مثلث افسردگی میگن، مثلث افسردگی. یکی نگاه منفی به خود، صحیح است؟ این منفیش اینجا بگنم. یکی منفی به خود. آدم افسرده میگه من چند آدمی نیستم، خب نظرم از من چیز جور نمیشه، ولی خود تقریب داده بتونم زورم نمیرسه به زندگی. خب در مقابل خود. دو، در مقابل دنیا مم چندان چیزی نیستم، دنیا بسیار خطرناک است، مم زورم نمیرسه، این بسیار بد رقم دنیاست، خارستان است، در جان زدن است، فریب است. یک طرف من توان سعی کو، یک طرف دنیام خراب. برو اگر دنیا خراب بود من توان خدا فکر میکردم بازم زورم میرسید، نه؟ یا من ناتوان بودم دنیا خوب می بود، دیگه دستم میگرفت راه را نشان میداد بازم خوب بود. و دیگه در مورد آینده میگه زیام که خطرناک میشه. ما ناتوان، دنیای خراب، آیندهم خطرناک، راه حل چیست؟ خودکشی. یکی از دلایل. این مثلث چی میگن؟ که نگاه منفی به دنیا، آینده و خود داره. بی‌ارزشی، خود بی‌ارزش فکر میکنه، به خود ارزش نمیده، به سر و وضع خود نمیرسه. یکی از دلایلی که افسرده نیستم ثابت میکنه. ای دکتر صاحب تو هم چه گپ مردم سر تاثیر میکنه؟ اما تنها هم است دوستشون دارم به خدا. والا شما فکر میکنید نامره که دم من دوستشون ندارم؟ به خدا دوستشون دارم. یعنی اکثر سیمینارها من به خاطر شما نمیمونم، به خاطر اونا میگم بیچاره بر راهنمایی نیاز داره. اگه او ذهنش کار میداد دلسوزترین فردی جامعه را دو نمیزد. که من به خدا مثل بیادران دوستشان دارم، والله بلا دوست دارم. بعضی وقتا احساساتی میشم. چرا؟ تو در مقابل کی احساساتی میشی؟ بیادرت یک کار خراب کنه، اولادت یک کار خراب کنه، در مسیر اشتباه باشه، نفهمه، شاید برداشتم اشتباه، ولی از روی دلسوزی است. به خدا بهار صاحب یک خوب سخنرانی کرده، او رو گوش کنین حتما، بسیار زیبا تشریح کرده. چیزی که من نمیتونستم بگویم بنابر فصاحت و نبود فصاحت و بلاغت و استعداد، بهار صاحب رو فهمان بسیار خوب شد. خود بی‌ارزش فکر میکنم، به سر وضع خود نمیرسم. میخواستیم چی بگویم؟ میخواستم بگویم که اینا افسرده نیستم، روز به ثروت خود رسیده. ببینی پاک شده، بگویم پاک در خانه میگه میگم ممکن میگم میگه فهمیده نمیشه، میگه شیشتا و داشته در رقم از بس که چرا پخته هستی. چی کنیم آخه کل در کار مصروف هستم. من اول سیاه نبودم، سفید مقبول بودم، این رقم سفید برای به خدا مارکرها سیاه کرد. از بس که نشتم میکردم روی میت. من یکم دفعه میدن صبح تا شام من صنف می بودم. این وقتا یک ذره درسم کم شده، از صبح از 5:30 تا شام درس میدادم. چه وحشت بود. باز هم تا مرا میگم شاگرد کلیدر هستی، چیزی کجاست؟ مارکر تو ویدیوی درسی برای بینی باز خودم میخوردم، رنگ مارکر کدام چیز داد بیخی سیاه آستاستا او نفوس کت سیاه گشتاد. چرک مخته از اون جسته اگر قندولک بودم داول او تو باز در خوردی بیخی مقبول بودم. باز دو در شفخانه مرا بدل شدیم و جای من کدام بدرنگ گرفتن. چی کنیم دیگه؟ اینال سروازم خوب است بچه بازی کرد دیگه، خوب نه ازی کرده که زیاد کردی مثل جناب چی میشی که دریشی های فرمایشی میخواست. عین دیگه همه قشاد اولاد غریب نمک میتونه چی کرده زیاد از این توقع نداشته. همه خوش هستین نیستین دیگه نوید گو. خودم مقصر میدانه، هیچ گناه از این نیست. خودم مقصر میدانه در یک کار، خودم گناهگار میدانه. حس گناه حس خوب نیست عزیزای دل من. اگر گناه سر زده توبه میکنیم دیگه تکرارش نمیکنیم، اما خود گناهگار دانستن هم خوب نیست. و بالاخره از نظر فیزیکی چی میبینیم؟ خواب خراب میشه. آدم افسرده خواب نمیبره، خواب نارام داره، اشتها خراب میشه پیشش، نان دلش نمیشه، وزن خود از دست میده. البته در 15% آدمای افسرده که به نام اتیپیکال دپرشن یاد میشه، افسردگی غیر وصفی، برعکس اشتها و خواب زیاد میشه از اندازه. خب یادت باشه اگه اشتها و خوابت از اندازه تغییر کرده یا زیاد شده یا کم شده، بفهم که علائم افسردگی. کم شدن وزن، هر ماه 5% وزن از دست میده، یا دو برعکسش 5% زیاد شده میره وزنش. انرژی نمی داشته باشه آدم افسرده، هیچ حوصله کار کردن نداره، زیاد وقت ملامت نیستن، انرژی نداره واقعا کار کنه، دلش میخواد اما نمیتونه. میل جنسی پیششان از بین میره.
در مردای ایالت زیاد است. سردرد پیدا میکنن، مشکلات سیستم هاضمه پیدا میکنن، قبضیت پیدا میکنن، سرگیچی پیدا میکنن، دردای منتشر. میگه دکتر صاحب یک روزی درد داره، درد ماجر در وجودش میباشه. دردای ماجر یادتان باشه دردای عصبی میباشه، چون اگه یک روز درد کنه و درد همونجا ثابت میمونه. درد که چکری بود در وجودت بفهم که درد روانی است. اینی علائم دوستای نازنین، مگه پیش یک کسی نیم از این علائم پورا کردین بفهمین که آدم افسرده است. خود زیاد کتابا که نوشته میکنه دو چیز نوشته میکنه: از دست دادن انرژی و انهیدونیا یا از دست دادن لذت. این دو تا علائم کلیدی در افسردگی میباشه. علائم باید چقدر وقت دوام کرده باشه؟ 2 هفته. 2 هفته. افسردگی دوستای نازنین انواع مختلف داره. ما مثلا افسردگی عمده یا کلینیکی داریم که شخص مجبور میشه پیش دکتر میاد. افسردگی فصلی داریم که دیدیم خزان و زمستان افسردگیشون زیاد میشه، وقتی شعاع آفتاب کم میشه، روزا کوتاه میشه، شبا طولانی میشه، آسمان ابرآلود میشه، افسردگی پیششون زیاد میشه. و حتما ایران بگیم ممالکی که آفتاب کم دارن افسردگی زیاد دارن. افسردگی بعد از زایمان است که پیش بعضی مادرها با وجود میاد تا 4 هفته بعد از وضع عمل که همی حالتها را پیدا کنه، او مربوط به افسردگی ولادی است. اگر از 2 سال زیاد شه او را به نام افسردگی مزمن یاد میکنن. دوستای نازنین در طبابت کرونیک یا مزمن یک چیزی که طول کشیده باشه، یکی حاد داریم، حاد، یکی مزمن. حاد 2 معنا معمولا به کار میره. یک چیزی که دفعتا شروع شه او را حاد میگه که شدت که باشه. میگه بسیار درد حاد دارم. درد حاد هدفی است که زیاد شدید است یا دفعتا شروع شده. مزمن است که یک چیز دوامدار بده. بعضی از دوامدار افسردگی داره، یک بسیار شدید هم نیست، خود جور هم نیست، یک چیزی هم تو دوام کرده که به نام دیسپنیا یاد میکنن. 2 سال طول کشیده باشه یا بیشتر از اون. افسردگی قبل از عادت ماهوار داریم. پیش بعضی خانم‌ها امی که 2-3 روز پیش از عادت ماهوار و جریان عادت ماهوار بدترین روزا را می داشته باشن، خلقشان تنگ، اعصابشان خراب، این یا تخریش پذیری همی حالت می داشته باشن. و افسردگی 2 قطبی هم داریم که در موردش ما قبلا صحبت کردیم که یک دفعه شخص مست سوایی است، شیدای بایپولار که برش میگه، منیک میشه، یک دفعه دپرس میشه. افسردگی میتواند افسردگی دوستای نازنین از نظر علتهایش، اینی گپ که ما نو بود، اینی گپ ما نو بود، سابقا نگفته بودم. افسردگی از نظر علتهایش 2 نوع است، یا ریاکتیو است یا اندوژنیک است. چی معنا؟ ریاکتیو یعنی عکس العملی، یعنی در اثر یک عامل بیرونی غم آمده، سختی آمده، پریشانی آمده، عامل بیرونی تو رو ساخته. اندوژنیک چیزی بیرون کل چیز جور است، تو از درون مشکل داری، هورمونا مشکل داره. بعضیا ما این خانه میگه دکتر صاحب زندگیم جور است، کلی حسرت زندگی من میخوره، شوهرم هم آدم خوب است، اولادام رسیده، خانم داریم، مادرم داریم، پیسام داریم، چرا افسرده هستم دکتر صاحب؟ چرا افسرده شدی؟ هیچ عامل بیرونی نیست. این چی است؟ افسردگی اندوژنیک برش میگیم. در داخل مثلا سیروتونین کم شده، این یا ارسی است، فاکتور ارسی یک چیزی میباشه. بنان اترس اگه در اثر عامل بیرونی آمده باشه ریاکتیو میگیم، مگه داخلی باشه اندوژنیک. و همینجا یک چیزی رو باید یادآوری کنیم، میشه بعد درد دکتر صاحبا بخوره. در اندوژنیک دوا خوب تاثیر میکنه، در ریاکتیو روان درمانی بسیار خوب تاثیر میکنه. چون در ریاکتیو تو یادش میاد تو خیر عامل بیرونی آمده، ولی تو باید تو حل قضیه را یاد بگیری. اما در اندوژنیک تو 100 تا بگی که بچه قضیه را تو حل کن، فایده نداره، از درون حالش خراب است. در اون صورت دوا بسیار خوب جواب میده. تشکیل استخوان خراب میکنه، استخوان زوز و جور نمیشه. خلاصتا دیگه و بیادر اگه بگویم که بیخی تباه کننده است، صحیح گفتیم دیگه. بنان ما با اینه تو یک دشمن سر کار داریم و راه های مغلوب ساختن از این یاد میگیریم. بنان اگه نمیگی که خانه آباد دکتر صاحب لطفاً بدم نگو، بانک همه قدر امی انگیزه در دل آدم باشه برات میره توضیح بده. تو که قدا و دشنام و غالمغال و قواره خودت استرسی آوریستی دیگه باره میگی مجبور میشیم باز دیگه سمینار بر نیم نکی تو. خب دوستای نازنین، ما میایم سر راههای علی استرس، ولی خواهش میست ویدیو را جور کردیم، او 40 علتی که سبب استرس میشه او را بشنوین. او بسیار در زندگی کمکتان میکنه. او در حقیقت راههای عقل و منطق بود، استدلالای منطقی بود، او هم خودش راه حل بود. اما باقی 60 راه حل دیگه میگیم 100 راه حل استرس بلد باشی، پدر استرس در جان تو نفوذ کرده نمیتونه. 4 موضوع اصلی و اساسی در مدیریت استرس اول براتون میگم.
این 4 تا اگه مراقب باشی استرس تو میتونی مدیریت کنی. استخوانکای جور ازت تشکری میکنه، اجرات جور انسولین میگه اوی خیر میبینی، همین مرا دعا میکنه، انسولینای تو مرا دعا میکنه، میگه خیر میگه از تو سوال میکنه، میگه مدیریت استرس کی یادت داده بود؟ تو به دروغ میگه خودم یاد داشتم. نه اگه بگویی دکتر صاحب انسولین میگه دکتر جمشید خداوند خیر بده. اول گوش کنید دوستای نازنینم، چیزی را که اصلاح میکنین نظام باورها، اصلاح نظام باورها. باور غلط سبب استرس میشه. بچه باور درست داشته باش، خدا به خدا بسپار، بگو من انسان مسلمان قلب مطمئن تا جایی که زور میرسه کار میکنم، استفاده میکنم، میایم سمینارها را میبینم، گپای استاد یاد میگیرم، خودم کتاب میخوانم، سر زندگی را نمیزنم. باور غلط خرابت میکنه. و بیادر نکسک نخود سیاه روانت نمیکنم، نمیگم برو در یک مرغ سیاه را برای ما بیاری، گوسفند بیاری را بکشیم مخلوط کنیم 5000 پوند بدی که من استرس رو گم کنم، نمیگم. باور که اینی جگه ذهنت اصلاح بساز، یک باور خدایگونه درست که خدایا هیچ ما آدم ترسو نیستم، تا جایی که زورم میرسه فکرم کار میته، کار کوشش خودم میکنم، تشویش نمیکنم، وارخطا نمی باشم، ترسو نمی باشم. بنان باورت اصلاح کن، اعتقاداتت اصلاح کن. جدول ترجیحات چی معنا میده؟ بچه تو باید در زندگی بفهمی که چی اهمیتش اول است، چی دوم است، چی سوم است. اینی رو زیاد ما نمیفهمیم. در سمینار موفقیت در این مورد ما گپ زده بودم، آمدن امروز آدمای موفق مصاحبه کردن ناموفقم، گفت شما 20 تا چیزی که مهم است بر ما لیست کنین. موفقم گفت ناموفقم. میفهمین جالب چی بود؟ تقریبا لیستایشان این چیز بود. او همونم مثلا آدم موفق میگفت ورزش خوب است، مطالعه خوب است، تفریح خوب است، چکر خوب است، استراحت خوب است، رفت آمد فامیلی خوب است. ناموفقم میگفت. اما میفهمین فرق در کجا بود؟ چرا ناموفق بود؟ گفته بود به ترتیب اهمیت نشته کنین. او چیزایی که برای موفقا در اول لیست بود بر ناموفق در آخر بود. مثلا موفق مطالعه، ورزش، کار کردن در اول بود، تفریح در آخر. بر ناموفق تفریح، چکر، فوتبال دیدن در اول بود، مطالعه در آخر. 40 سال ای هر روز ورزش کرده بود، کتاب خوانده بود، یگام ساعت فوتبال دیده بود. اما این 40 سال هر روز فوتبال دیده بود، چکر رفته بود، ولی برای دیگه وقت پیدا نکرده بود. بنابراین مهم در زندگی ما است که چی برای ما اول است، چی دوم است. مثلا تفاوت ما و تو را دیگه ببینیم. بر ما تو اول بچیم ترجیح ما روز جمعه ما سمینار ما بود، برای یک کسی دیگه نیست. زنگ زده که ما گلجان بیا که آشک پخته کردیم، او شیشتن میالی مفلک غیبتشان چالان آشک جور کرده رئیس. ولی ما تو آمدیم بجای آشک چی میکنیم؟ حالی ما او خوبترین مثالش دادم. اگر یک 4 تا حالی خفه نشین، 4 لچک در موتر یک جایش در دست خودم کشیده در آخر غالمغال به دوان سرعت بگی خود در تکر یک تای دیگر که تو موتر دیگه تو لچکی هم میکنن. اما ما خوبترینش برات مثال دادم که یعنی بر از او آشک خوردن اول است، ولی بر ما تو میگیم نه خیره میریم هم کمی کرده دیگه مونده و تمور میخوریم، ولی سمینار یاد میگیریم. اینی رو میگن جدول ترجیحات که بر تو چی مهم است. یک تعداد دگام بود ولی سمینار دکتر صاحب خوب شاید بد نمیگه، ولی برش اهمیت نداره. خیر گام که دیگه کسی از بیچاره یک چیزی میگه بانش دلش پر زیاد گپ میزنه، اون مهم نبود. ولی بر تو مهمی بود که نه من اینا میرم میایم این سمینار میایم تعقیب میکنم. اینی رو میگن جدول ترجیحات. و فرق انسان ها در جدول ترجیحاتشان است. چی برات مهم است در زندگی؟ تو به همان چیزی تبدیل میشی که برات مهم است. زیاد سرش انرژی میمونی، زیاد جدول ترجیحات خود جور کنیم، احساسات و عواطف و هیجانات خود تنظیم کنیم، بفهمیم احساسات ما رو چطور مدیریت کنیم. ما و شما مدیریت احساسات نمیفهمیم، بسیار احساساتی برخورد میکنیم، بعضی وقت با تاوان شکل مرداد رایستیم. حتی از سیاستمدارای ما یاد نگرفته بودیم که عاقلانه باید برخورد کنیم، احساساتی. شما بخوانید، من آدم سیاسی نیستم، فقط مثال میتم که فرض مثال در کشور برو در سر میز رئیس جمهورش قار شد بکسبی که ما اون رقم مردم ما نیستیم، نیست خیر برو دیگه ما هم یاد داریم که چی کنیم. نه، سیاست دنیا فریب و مکارگری است. تو فریب و مکارگری اگر نمیکنی حداقل مدیریت احساسات بلد باش که تو بی جای احساساتی نشی. زیاد وقت بی جای رگ گردن خودم میپنداریم، یک کار میکنیم، بعدش یک عمر پشیمان هستیم، در بندیخانه هستیم، در جنجال هستیم. باید یاد بگیریم احساسات خود چطور ما و شما مدیریت کنیم و جهان بینی خود تغییر بدیم. یک جهان بینی وسیع. یک مسلمان با یک دید محبت طرف دنیا میبینه، کل دنیا را خانه خود میبینه، کل انسان ها را برابر میبینه، بدی کسی را نمیخواه و مخصوصا بدی هموطن و مسلمان خود نمیخواه. اما ببین جهان بینی ما خراب است، یک دشمن دیگه میشه.
بنان اصلاح جهان بینی، اصلاح بینش ما که قبلا دیگه در این موارد ما در سمینار اعتماد به نفس صحبت کردیم که ما چی نوع یک بینش داشته باشیم، یک آدم مثبت بین واقع بین باشیم. کسی که مثبت بین و واقع بین است او دچار استرس نمیشه. گوش کنین، یادتان باشه انسان یک سیستم خبری است. بعضیا همین سوال شما است، استاد این سمینار رو چی فایده میکنه ما گپ بشنیم؟ بچیم اگر ما تو آدم خوب هستیم امروز یا بعد، یکی از راههاش چیزایی است که شنیدیم. اونایی که خوب است از خوردی شنیدن که بچیم صداقت، صمیمیت، خدمت، وطن دوستی، با خدا بودن، اینا رو از خوردی شنیده همین در ذهنش پر شده. اوی ما که بد هستیم در خوردی علف فریب، در جان مردم بزن، دروغ بگو، کینه کو، پشت کس گپ بزن، اونم بد شدیم. بناهن سمینار تو را میسازه. شعر مولانا را گفته بودیم دیگه، جانور فربه شود از علق و نوش، از خوردن. گوسفندار نگاه می‌کنه، آدمی فربه شود از راه گوش. چی میشنوی؟ ذهنت باید فربه شود. بنابراین این گپ علمی، انسان یک سیستم خبری است، یعنی خبر میشنوه و میفهمین. اگه کل جرات انسان است 3 سکنین، یک سیش جرات مغزی انسان است، اینقدر زیاد است. یعنی کل جرات بدنت اگه 3 سکنی، یک سیش اجرات مغزی است. یعنی از 300 میلیارد حجری که در بدن ما 100 میلیارد حجری مغز است، اجرات مغزی است. این اجرات مغزی چی میکنن؟ امی فعالیت از اینا را به نام ضمیر و ذهن یاد میکنیم. اینا خبر میگیرن. ما تو ارتباط ما کت محیط از طریق چیز میفهمی؟ از طریق سیستم عصبی. تو فکر نکنی ارتباط تو کت محیط از طریق گوش است. اگر عصب گوش قطع کنی نمی گوشای جور ولی تو صدا را نمیشنوی. از هم که پکیش کلان کو بازم فایده نمیکنه. اینجا یک عصب از به نام آدیتوری نرو، عصب شنوایی، ایرا که پیام اینجا خورد در پکی گوش، ایرا به پیام عصبی تبدیل میکنه، میبره در مغز، در مرکز شنوایی. مرکز شنوایی را خراب که اینجا هر چی صدا چیغ بزنه هیچ فایده نمیکنه. تو فکر نکن دنیا را که چشمت میبینی. این بله وسیله گرفتن تصویر از فوتورسپتور است، اما شاید کسایی را در زندگی دیده باش خوب چشماش کلان است ولی دیگه دید نداره. چرا؟ اپتیک نرو یا عصب بینایی خراب شده. اینجا در آخر از یک عصب است که تو چیزی را میبینی را پیام میبره. اینجا شما را خود چشم من نمیشناسم، من شما را میبینیم یک تعدادتان که زیاد آمده، کمی تصویر تو میفته، چشم من به مغز میره، بر مغز میگه ای اون آدم است که هفته قبلی دیده بودی. مثلا چرا فهم نیاد دست بالا کرد گفتم ملاسه؟ چون هفته قبلی خود بر من معرفی کرده بود، این در چشمم ثبت نشده، این در مغز ثبت است. بنابراین ما ارتباط ما کت دنیا از طریق مغز است. هر صدا و گپ و پیامی را که میشنوی مغزی را میگیره، مغزی خبر میگیره، پردازش میکنه و دوباره پخش میکنه. چی معنا؟ اگه تو گپکای خوب بشنوی، زبان تا ماستاستا خوب میشه، مهربان میشی. من مطمئن هستم شنوند امی اشتراک کننده سمینار ما دیگه نمیتونه آدم نامهربان باشه، چون اینجا گپ از خوبی شنیده میره. خب بیرون که رفت تا بخوای قارش و ولد همین خب بعد از ما سمینار دیم. اما او کسای 4 نفر بر دشخندی و دشنام رفت، از تو گپ خوب شنیده نمیتونی. چرا؟ او شنیده میره. بعضیا رو دیدین آدم بچه بسیار خوب بوده، مخصوصا ما در شاگردای دیم از ولایت نه بچه سترا و پاک و با اخلاق است. نه بچهای کامل زرگا که تو یک تیپل چکانه دارن خفه نشن. بچهای شار بگویم، بچهای شاری کمک تیپ کمک دیگه دوستو اسمشم خفه میشه، بیان واقعیت مشکل است. مثلا بچه ولایت که می گپار یاد نداره، استاد چش پشت بحث از درس تو گپار یاد نداره، خو این میای بیچاره دمیسون میشینه این تیپل چکانه رو داره استاد. این بچه اگر که میبینی یک بابا دینه این بچه صدرق قدواره بچه یون شروع کرده چیش این چرا میفهمید چی شد؟ شنید بعد یاره در مغزش رفت، از مغزش پس از زبان مبارکش جریان پیدا کرد. بنابراین ما پیام میگیریم، پردازش میکنیم. پس اینالی وقتی پیامای خوب میشنوی، پردازش خوب، بیان خوب، مهربان شده میری. پیام بد بشنوی متاسفانه بد میشی. به می خاطر از بعضی وقت نشد اخبار بد بشنوی حالت خراب شوه. در خبرها میشنوی که زلزله شد، سیل شد، کشتش، جگرخون میشی، استرس ایجاد میکنه. بنابراین پیام است که ما را خوب میسازه یا بد میسازه. اینالی گوش کنید، اجرات مغزی ما را پردازش میکنه. اینالی ما یک توانایی داریم، یک توانایی ما است که ما کنترل از این داریم که کدام خبر بشنویم کدام نشنویم. از امروز یک راه حلی است، نازنین دلم، اخبار بد نشنو، خبر بد نشنو، غیبت نشنو. به خدا غیبت حالت خراب میکنه. تو از همین سمینار که میروی یک ذره سر انرژی نمی باشی،
بخاطر اینکه کل ما بر تو پیام خوب میتم. خانه برو بشی 2 ساعت غیبت فامیل است. علمیت تو کت، مامایت تو گفت، خاله تو گفت، بش حالت خراب به خاطر از بس که غیبت میشنوی. بنان یکی یاد بگیریم که هیچ پیام بد نشنویم. دیدیم مجلس غیبت است، یوم نیست یک مسلمان باشه آمد میگه مو بیادر اینمی کارتان نادرست است، خاله ماما عمه پدر مادر هر کسی هستی غیبت بد است، نکو غیبت. بون پیش ریش بگو اگه می کار نمیتونی اما قزرویت نمیه بخیم مجلس ترک برو تو نشی. ما افغانا چی میکنیم؟ در سرک تیر میشیم 1-2 نفر داوا داره دو میزنیم موتر و نمود کلگی سرها کشیده است ساده است تو دو بزن چی میگه تو بام بشنه یا خلاصش کو یا برو. اما این جمع شده اوج جنگ است. این دیگه هم از پشت سر قد خودم بلند گرارش ببینه که چی رقم نکن. نبین چیز بد، نبین چیز بد نشنو خدا خراب نکن. بنان یکی اینی کنترل داریم، درست است؟ این کنترل داریم که اطلاعی که درست و خوب نیست هیچ وارد سیستم مغز خود نکنیم. اینال گوش کنید. اصول برخورد با مسئله نشخوار چی کنیم؟ دوستای نازنین برای نجات از نشخوار ذهنی اینی 5-6 گپه ما براتون توضیح میدم. اول آگاهی از نقش فرآیند نشخوار، امی که از نقش منفیش، امی که آگاه میشه که نقش منفی داره امی خودش یک راه حل است. این رو ندیدن اگه فهمیدی منفیس با یک چیز و هیچ فایده نداره باز یک راه حل است. ببینید من در زندگی خود یک اصل دارم دوستای نازنینم. اصل من از دیگه خدا بدان کدام جای خواندیم یا شنیدیم یا در فکرم گشته. قاعده است دوستای نازنین، شرط عقلی است. یک دوست منشته کرده بود که در مورد عقل برنامه نگرفتیم. میگیریم دوستای نازنین، مصروفیت‌ها زیاد است، برای کل چیز بخیر برنامه میگیریم ولی شما ناجوانا نمیبینین. خب نمیبینین. یعنی میالی امی پاییزشون گفتن که امی چینل درسای ریاضی خوب درسای تصاعد و امی جا رسیدیم مندازیم 5 نفر ویو در روز. 5 نفر، یعنی ملتی که مکتبش گم از گریه داره 5 نفر ویو. خب سوال دوم پیدا میشه که وا نت از کجا کنن؟ تو هم بگو استاد نت از کجا شوه؟ نت از کجا شوه که ببینه مردم این سعیس اما فلانی جان میخوانه الله شاک کجان این میلیون ها این نتش از کجا میشه؟ من ایران هستم هر چی میکنم ذهنم کار نمیده. افغانا خود نت نداره، من خارجی امریکا یا الله شاک کجان خود داره میبینه. او دیگه داو میزنه 5 میلیون میبینه. درس ریاضی مندازی 5 نفر میبینه. میگی برو نت نداری و بدر بیاین که در فلش براتون رایگان بندازیم، نیست کسی بخونه. مکتبای ما کجاست؟ نه دندان کوچه برای مکتبتون است. چه که دیدی مکتب چیکار داره؟ درس میخواد. اینه بگویی داو میزن. من نخواستیم، من میگم مکتب بسته نشه، نواقصش اصلاح شوه، خوبتر شوه. این بسته کردن گپ من نیست، ولی من که تو یک گپ دارم یه چوره بان. من وزیر معارف میبودم یک چیز دیگه میکردم. خب وزیر معارف همین گپ مرا نمیشنم که امیر عملی کنه که هیچ کس دیگه چیز بگویم از 85 نمره کم گرفتی شلاق‌کاری کرد از مکتب میکشمت که معلوم شوه کی درس خوان از دی وطن واقعا کی مکتب کار داره کی رفت آمد کار داره. اینمی من میار بانم من وزیر معارف شوم میگم بچهای گلم دخترای نازم جای چای هم هست اینجا چاکلیت هم هست ولی نمره 85% است. امتحانم تنیک ظالمانه بگیرم. استادار کل کمیته جور میکنم سوال جور کنه بانک سوالات است از بین ازمون انتخاب میشه. 85% نمره گرفتی بسم الله بخوان ماشام برات میتون. از 85 کم گرفتی باز مکتب تو کار داره که معلوم شوه که مردم واقعا مکتب کار داره رفت آمد کار داره. بعضیا به خدا رفت آمد کار داره. من خب من در کورس میبینم من معلم هستم از تجارب من باید استفاده شه به جایزی که مرا داو بزنن. اما داو میزنی که بگوی او خب مکتبا بسته باشد ویدیوی تو کس ببینه اینی جوابش است. ما او ویدیو رو نساختیم که روزی که مکتب جور بود ما ویدیو رو ساخته بودیم که نمیره دیده بودیم میره بخونین. معلم هم استفاده میکنه شاگرد هم استفاده میکنه کسی که درس خوان است. اما تو یک روز در ذهن تی نگشت دست تو خدا نشکنه گفت که تو این چیزا که نشته میکنی نمیگم این استادم من قرار نمیفهمه که تو شاگرد که بینی تپاک نمیتونی تو میفهمی من نمیفهمم. مشکلی وطن هم است که ما وقتی کسی یک چیزی میگه میاد فکر کنیم من میگم میفهمه که من نشته میکنم یا نه. میگو بدر زیاد کرکر نبینه او کلگی دکتر شو. من در کجا گفتم کلگی دکتر شو؟ در کجا گفتی میگه کلگی انجینیر شو کاش که شو ای کاش شو. خب کوکی در کجا گفتم؟ تو کتی بیدی مردار تو یک صفحه درس خواندنم تو دکتر شده میکنی؟ تو غیر تماشای ازم کاری نمیتونی. آیفون تو تلفن که در دست مردار خور است. گام کنی. خب سعی کنین اولین را امی خلاص است دیگه گپ نمانده متوجه.
آفرین از توجهتان دوستان دارم. آگاهی از نقش منفی فرآیند نشخوار یک راه حل است. هیچ فایده نداره یک راه حل است. ذهن خود خسته میسازیم بنان نکو، وقت خود ضایع میسازی بنان امی خودش یک راه حل است. اما چند راه را پیشنهاد ساختن. یک، مهار محدود ساختن شروع کننده های جریان فکر. یک چیزی است که اون فکر پیش شروع میکنه، جرقه میزنه، ماشه میکنه، اون ماشه را بند کن. میگه بجای از اینکه مرمی برآمد و حرکت کرد و محکم گرفته نمیشه ماشه را، یک کار کو که میگه اون عامل ماشه چی شوه، هیچ فایر نشه. این مثل جنگای خانه به خانه که در کابل بود، باز یکی از این مردما را گفته بود تو بیادر تو کمی راکتا را میزنی، در میلی بس میخوره، در خانه مردم میخوره، مردم میکشه. گفته ما مسئولیت ما تاینیم دانی میل است، از اینکه برآمدی که کی را میخوره ما کتش کار نداره. اینه تو بدبختی هم در وطن تیر شده. اینالی ما اون عاملی که تا دانی میل میرسانه را ما محدود بسازیم، ولی از دانی میل که برآمد کجا میخوره خطرناک است دیگه. و او را از نظر فیزیک شاگردان میفهمه. با زاویه 90 که بزنین بالاترین نقطه را، با 45 که بانی دورترین میزنه. ای نظام چی نام نمیگیرم بیخی دیگه زیاد. از همون یک زاویه 45 میگه تا نمی قلب کابل میزنه. چی کنیم باید گریان ما بیا خندیم و شونه روز دار. و خدای خانم آمد ماینه خانه گفت من پش نان بایی رفتم، نان خوش. پس آمدم کراکت در خانه خورد، کل فامیل کشته شده، منتظر نان خوردن جمع شده بودن و تنها از فامیل ما زنده ماندیم و شدید افسرده. به تو بدبختی ها تیر شد. یعنی کارهای ما و شما است که ما و شما انسانی تربیه شیم که دیگه گپتون کسی را نزنیم، گپتون راکت خوبان. دوم، توجه دقیق و پرداختن به تجارب سی محیط هر کدامش تشریح میکنم. بجای از اینکه سر از او فکر کوشش کو در یک محیط است. درخت سکی چه درخته که مقبول است. واقعا سعدی میگفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار سک چیه رگبندی مقبولی داره سک. بجای از او توجه کو. یعنی یک پرنده رو میبینی یک چیزی باز گپ میزنه. تمرکز مجدد بر کارها به صورت دوره‌ای، فعالیت‌های خوشایند فعال، رابطه معنادار با عزیزان، فعالسازی رفتاری و بدنی، توقف فکر در مراحل اولیه و نگاه سوم شخص به مسائل. اینم چند گپ برات یک توضیح میدم خلاص. اول گوش کنین دوستان، اولین راه حل است عواملی که باعث شعله‌ور شدن و ماشه نمودن نشخوار میشود را پیدا کنید. در کل امراض در تمام روان درمانیای گپ است، مخصوصا در اعتیاد. برای آدمای معتاد میگه کنم چیزایی که عوض سرتون میاره کلب شروع کنم اونمونا رو چی کو توقف بدی. مثلا میگم من که دوستای چرسی خودم میبینم خوشم میاد. خیر تو که دوستای چرسی نبی اون ماشه کننده است، اوجه دیگه مانی تو شدن نمیتونه، هیچ نبی نشانه یک فایده. یک میگه دمی جیب دست بزنه که پوتی سیگرت باشه دیگه خارش میگیری. خیر می سیگرت در جیبت نگردان. همونطور میگه تنها که با موصولیم سر میره باز اشتیاش میاد، تنها نمان. خدا این عامل جرق اینجا مهمتر است. یک چیزای فکر پیشت شروع میکنه، همونا رو خودت لیست کنی، چیزا رو دیگه از همونا دوری کن. عوامل جرقه را پیش از اینکه آتش گل کنی، همون چیزی که آتش میزنه را لایتر پیشت نگردان و از بین ببرید. مثلا سعی کنید، بعضیا میگه بعضی پیام‌ها را که در فیسبوک میبینم دیگه فکرام شروع میشه. خیر لطفاً از فیسبوک یک ذره کم کن. بعضیا میگن کامنتای بد و منفی که برام نوشته میکنن ایش هم دارم هیچ نمیخوانم کامنتار بخوانم خانم کمی کامنت بد میگم میبینم دیگه یک دفعه فکرایم شروع میشه. خیر کامنتای بده نخوانه که زور نمیرسه. بلاک، کامنت بلاک یک چیزی است، کامنت بلاک، هیچ کامنت کرده نتونه. یا بعضیا میگه تنها میمونم فکرها شروع میشه. خدا تنها نمون، بیا این 2 ساعت سمینار بیا، من قطعا تو رو به نشخوار اجازه نمیتونم. متوجه شدیم؟ یکی خب این فهمیدیم عوامل جرقه از بین بر. یک راه حل تو باشه که یک برتیال داشتن. عوامل جرقه زننده، آتش زننده، این میره بند کو که در نگیره. میدین مثل پیش پمپای تیل دیدین سیگرت است سرش که میگه سیگرت ندنی که کمکاش کنی که عید پترول چی میکنه در میگیره. اونم تو بعضی چیزا را پیشت اکس مارسل. خب این یک راه حل. دوم، تجاربی سی در لحظه تمرکز بر محیط کنید. یعنی چی مانا؟ بجای از که در درون خود به بیرون توجه کن. مثلا این در اطراف بسیار مزه میته کسایی که باغ زمینی نداره. یک پرندگه که دیدی برو غرق شده می همون شیرک خوب بگه نمیگه که خوب رویان را که دیدی عاشق حسنش مش. هیچ چقدر شیرای آدم همه عاشق حسنش مشو. نقشو را در دل بگیر، عاشق نقاش باش.
دیدی یک دفعه نقاش یادت بیاره ای خدا چی پرندی جور کردی، ای چقدر خوبش میخوانه، ای که تقه جانکشی صدا از کجا میکشه. یک سر از این چیزا تمرکز کن بجای از این که رفتی که لوده دیگه که از خودت بدتر یک لوده. و خدا خود نشخار فکری لوده گریست دیگه. آدم هوشیار نشخار میکنه مگه نمیکنه. مثلا اگه گلی را دیدین دقت کنید چه گلک مقبولی است، چه برگکایی داره. خارکات سک حافظ چی گفته بود؟ بود خارگل با همه هوشمند، چه در بند خاری تو گل دستبند. سک یک چیزکای دیگر را فکر کو، کشکو از بیرون استاستا و جاده ها جور میشه. یک وقت خوبش میشه که دیگه به صدای پرنده ها استازی یا خونه سالی از کجا کن پرنده خواهی تا گل میتونی در خانه بگیری مقبولک دیدو. اگو کار نمیتونی مزی خزا همین نان آورد تو در سرخان نره در خیالات فلانی جان. نان مزه کنی چقدر مزه میده. تو چی میکنی افغانا؟ عمومی گپ میزنم یک تعداد توی چه خود نمیشه آدم استثناء بکشه بعد جز از احمد و مکی مفتون که خوانده شکیلا و شب نماشه یک لست نمیشه شما را از بین بکشیم. عمومی گپ میزنم سعی کن ما و شما افغانا چی عادت داریم؟ غذا را که میمانیم یک دو سه قرد به اون خاطر کل ما مشکل معده داریم، کل سختی رو سر معده میندازیم. ولی خداوند 32 دندان داده که یک دفعه جاوید سر معده فشار نه ما از دندانای چه استفاده نمیکنیم، سرعت داریم. میبینی پیشنی چه قوالی شده. بدر از امروز که غذا را گرفتی بجا مزه کن. چه غذای وقت بود هم میدگه که راحت هم خونشخوار فکرید جور. ما و شما برستی رو که زنده میخونیم که مجبور میشیم دوباره بریم. نکن. خب مثلا استازی هم خو نشد خیره یک موترک درا دیدی تو خب چشا موتر دید چی موترک مقبولی جور کرده خدایی کمپانی سر موتر خیره دقت خودت یک موترک داری خود موتر داری صافیگه که موتر تناز بده چی موترکی داره والا. و چیکو ریلکسیشن هم میتونه کمکت کنه. در مورد ریلکسیشن صحبت کرده بودیم در سمینار استراب. آرام میشینی یک جا چشمکایت بسته می‌کنی از بینی نفس میگیری خوب شکمکت پر شو از دهن پس خارج میکنی قفس صدری. مدیتیشن یوگا هر چیزی که بلد هستی یا یک چیزی که ذهن تو را آرام کنه. این دو راه حل. این چی شد؟ دوم تمرکز در محیط به جای از اینکه در خودت باشی به محیط تمرکز